سلام دوستان، من امینم. تو این ویدیو میخوایم فصل ششم و آخر کتاب اثر مرکب رو بررسی کنیم. این فصل درباره انضباط، پایداری و استمرار در مسیر موفقیت. اگه میخوای بفهمی راز تبدیل عادتها و انتخابها به نتایج بزرگ چیه، تا آخر پادکست با من باش. خلاصه فصل ششم: انضباط و پایداری. انضباط کلید اصلی موفقیت. دارن هاردی میگه موفقیت وقتی پایدار میشه که با انضباط همراه باشه. انضباط یعنی کاری رو انجام بدی حتی وقتی حسش نیست، حتی وقتی انگیزه کم داری. بدون انضباط عادتها و انتخابهای خوب دوام نمی‌یابند. بدون استمرار اثر مرکب هیچ تأثیری نداره. انگیزه کافی نیست. انگیزه لحظه‌ای مثل سوخت برای ماشین، ولی ماشین بدون مسیر و تداوم حرکت نمی‌کنه. موفق‌ها تکیه به انگیزه نمی‌کنند، بلکه روی انضباط و تکرار روزانه تمرکز دارند. پاداش تداوم. دارن هاردی میگه اگه تداوم داشته باشی، حتی کوچکترین تلاش‌ها بعد از مدتی به نتایج بزرگ تبدیل میشه. این همون اثر مرکبه که در سکوت و آرامش شکل میگیره، ولی در بلند مدت زندگی تو رو متحول میکنه. جمع‌بندی فصل ششم و آخرین قسمت کتاب. انضباط از انگیزه مهمتره. استمرار و تکرار کارهای درست اثر مرکب واقعی رو میسازه. بدون انضباط هیچ عادتی پایدار نمیمونه. موفق‌ها از کوچکترین کارهای روزانه به پیروزی‌های بزرگ میرسند. انضباط یعنی کلید قفل اثر مرکب. بدون اون همه تلاش‌ها بی‌اثر میمونه. یادت باشه موفقیت اتفاقی نیست، نتیجه انتخاب‌ها، عادت‌ها و پایداری روزانه. انضباطت کلید فعال کردن اثر مرکب و تبدیل کارهای کوچک به نتایج بزرگ. پس از امروز حتی وقتی انگیزه نداری ادامه بده. هر قدم کوچک آیندت رو میسازه. اگه این پادکست برات الهام بخش بود، لایکش کن و با خودت بگو من هر روز با انضباط قدم برمی‌دارم. من امینم. تا پادکست کتاب دیگری با انضباط و تداوم بدرخش.